به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام و درودی به پایان بهرتان پدران و مادران و برادرانی که این لحظه صدای مرا میشنوید. بنده تصمیم گرفتم برایتون یک قصه کوتاه بهرتان بگویم. قصه بسیار جالب است. میگوید یک مرد بسیار شیطان را هر صبح که از خواب بیدار میشد و شیطان لعنت میگفت، بسیار لعنت میگفت. بار میگوید در زیر دیوار کج خواب شیرینش آمد و به خواب فرو رفت. سپس میگوید شیطان ابلیس آمد و این مرد را میگوید از خواب بیدار کرد. میگوید مرد که بسیار خواب شیرین داشت از خواب بیدار نشد. دوباره او را بیدار نمود، باز بیدار نشد. وقتی که بار سوم او را از خواب بیدار نمود، مرد از خواب بیدار شد و گفت تو کی هستی؟ گفت من ابلیس هستم. مرد در تعجب افتاد. گفت من در تعجب هستم که شخصی که روز شاید که هزارها بار من برای تو لعنت میفرستم، سبب در چیست که مرا از این زیر مرگ نجات دادی، از زیر دیوار نجات دادی؟ سبب در چیست؟ چه گفت در جواب؟ گفت من جای شنیده بودم که شخص اگر هر انسان و بنده خدایی که اگر در زیر دیوار بمیرد، الله حکم شهید را برای او داده است، او داخل جنت می شود. پس من نخواستم که تو داخل جنت شوی، تو نیز مثل دیگر شخصان بره و بمیر. آره دوستان عزیزم، ما باید بکوشیم تا پیروی قرآن و الله باشیم، نه پیروی نفس و پیروی اطاعت شیطان را بکنیم. دوستان عزیزم، با شما بودم بنده عبدالله. یکی شما را از برای الله دوست می دارم. خدایا و مددگار ما.